اینجا باز حقوق‌های مردم پایمال می‌گردد. این تحفه‌ها فقط برای مادران عزیز پیش‌بینی شده‌اند. مردها یعنی پدرها فقط تماشا می‌کنند و در زیر ترانه مادر که خیلی اکای خریدی پر از سوز و گداز بودن و موافق طلبی هم ما سلامت باشین. مرحمت.
برای مادرای بزرگ یک قصه که بردوام شود. من آمدم بخشدا سخن به زبان شیرین شما. فرمودم ای مادر تو خود جان و جهانی، توی مشکل کشای زندگانی، مشقت های عالم را کشیده بلاگردانی هر یک خاندانی. پس خورسندی که در چهره مادران میبینیم در سیمای مادری شاه و ملکه امروزه و همه مادرانی که همراه اهل خاندان خورسندی میکنند از خداوند چنین لحظه های خورسندی را تمنا داریم و میخوایم که سال سپری شود اهل خاندان صاحب تفلک دوسرویه کردن، باز همه دوستان میهمانان و میزبانان را دعوت کنند و گرد خانه پر از ناز و نعمت به مانند امروزه. مرحمت از شه و ملکه نازنین جایهای خود را اشغال میکنند. خورسندی ما ادامه دارد به خاطر شام وصال دو دل داده در این روز پر از مهر و محبت. تخت بلندی شاهی شد جایشان مبارک، دل به این تپد ز شادی